سلام بر رفقای عزیز من ریمو هستم و این اولین ویدیومه. امروز اومدم گیمی به اسم کانتر رو تجربه کنم که هممون بازی کردیم از دوران بچگی که دیگه میشستیم نمیدونم با هات اسپات و وای فای بازی میکردیم تا به الان و این اولین تجربهمه توی بازی کانتر روی پی سی و امروز قرار کارهای بزرگی انجام بدیم. قرار کلی آدم بکشیم. پس بزنم بریم. اینجا کلی منو داره. تیم دت مچ. من اینو انتخاب میکنم. فکر کنم معمولا هم همین انتخاب میکنم. فقط یه استرسی دارم اینه که نمیخوام توی بازی صدام بره. احساس میکنم که تنظیمات باید یه حرکتی بزنم تا صدام نره. میگه این دیوانه کیه داره صحبت میکنه با خودش؟ باید گان انتخاب کنیم. من گان بسیار زیبایی MP5 انتخاب میکنم. شاید غیر منتظره. بیا بیرون. بیا بیرون. بوی ویندو هست. یه حرکت غیر منتظره میزنه. باری کلا بابا واسه منم بزنین. کجایین؟ بیاین بیرون. از تو لونتون بیاین بیرون. مثل این که پیدا نمیشه. زدنشون. برادران تروریست خیلی هم جدیه. بازی اصلا با کانتر پلیرها آدم نباید در چون که یکم بی‌حساب هم میبندنت به فوش. اینجوری که این دادا شما داره میره مثل اینکه اون بالا کسی نه مثل اینکه کسیه یه دارم یاروی خودمو میزنم. داره پسر بودم زیر سوال میره. خدایا مگه میشه؟ من چجوری آخه جز این سرایی گرفتم؟ هم چکشونت بذارم اینو میندازم تو رو اگه من ننداختم بیرون ببین. مچ اولیمونو خراب کردم. ولی خب یه بار دیگه امتحان میکنیم. من آدم خوشبینیم. تسلیم نمیشم. خدایی به امید. الان گیم رو شروع میکنیم. حالا میایم از بین این همه گانا گان اسنایپ انتخاب میکنیم. خیلی ترسناک شد. یارم از تو اسموک زد. یا خدا. آی خدای امون نداد به من. خب اونا که اون بردارن منم میام این بردارم یه چیز ول میدیم بخوره دیگه. بله خب حاجی دارن از این طرف میان. یک دو یه بار دیدم پشت اون دیواره یعنی وای 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 اینا چه زدن؟ دم وای پسر چرا سریع جوگیر شدم. اولیو زدم چنان خوشحالی کردم. یه بار دیگه روی اسنایپ قمار میکنیم. ببین دفعه قبل از اینجا هم اومدن. وای بازم اسموک من باید بزنم. شنبول طلا من زد. جناب آقای شنبول طلا دمت گرم. من میدونم که آخر منو میندازم بیرون ولی خب نمیتونم ثابت کنم. داداشی هم داره تیر میزنه. وای وای بله ببین کار گروهی توی کانتر خیلی مهمه. مثلا من این سمتو گرفتم یکی باید سمت راست رو بگیری که یارو تو رو از سمت راست نزنه. آجی بریم رو ویو شنبول طلا. آجی من دیگه نمیرم رو ویوش. اسموکو زد. خب ما اینجا یک کمپ ریزی میکنیم.
به امید اینکه دوست چه خبره؟ هیچی بیرون اسموک چی میگی؟ بهتانوزی دارن یه نفر اینجا میاد. چجوری فهمید من این پشتم؟ پشمام. من میگم تجربه خیلی مهمه، چون این بنده خدا فکر کنم تجربه‌ای که از قبل داشت میدونست که اون پشتی نفر کمپ میکنه و منم اون پشت کمپ کردم و منو کشت. یه بار دیگه روی اسنایپ قمار میکنیم و این دفعه ما اینجا رو خط میگیریم، میایم اینجا، ما میایم اینجا و اینجا رو خط میگیریم. ای و اینجا رو هم خط بیا بامش افتاد بیا بامش افتاد یه چیز میدیم سه چیز. بیا بیرون، من که میدونم میخوای بیا بیرون. نمیاد بیرون. این یارو اینجا بود کوش. اوه 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 اوه. احساس تنهایی میکنم. داداش صبر کن منم بیام. داداش تو رو خدا هر جا بری باهات میام، هر جا بری باهات حاجی چقدر کونپرن. کمپر نه کونپر. ببین یه حرکتی میزنی میام اینجا مثل من نرسیدم. از کجا زد؟ گستاف توشی واه حاجی یه لحظه دیدی؟ یورو یه لحظه معلوم بود زدتش. ما داریم میبریم ولی خب من مفید واقع نمیشم. این واقعا احساس عذاب وجدان داره. آخرین شانسمون امتحان میکنیم. خدا همه شب این یارو منو میزنه. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. کار خاصی نکردیم ولی خب نشون دادیم که کانتر گیمیه که بر اساس تجربه و مهارت‌های شخصی میتونی یک پرو پلیر بشی و یکی هم ایم بات و چیت و اینجور چیزاست. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.